صبر کن. قبل از اینکه قرص خواب بخوری، این روش رو هم امتحان کن. احتمالاً بعضی از شب‌ها بعد از رفتن به رخت خواب خوابت نمیبره، چون با وجود تنش‌های روزانه حالا ذهنت به شدت فعاله و عضلات گردن و کمربند شانه‌ایت گرفته و سفته. حالا به جای خوردن قرص خواب، برعکس دراز بکش، سرت رو سمت آزاد تخت قرار بده، طوری که سر و گردنت از لبه تخت آویزون باشه. زیر پاهات 2 بالش بذار تا بالاتر از تنه قرار بگیره. دقت کن، نباید توی گردنت کشش بیش از حد داشته باشی و اون نقطه‌ای که حس راحتی داری رو پیدا کن. و حالا چشمات رو به مدت 5 تا 7 دقیقه ببند و نفس‌های عمیق دیافراگمی بکش. بعد از این میتونی به حالت اولیه برگردی. این روش با بهبود برگشت خون به مغز و عضلات ذهن رو آرومتر میکنه و حس سفتی و گرفتگی عضلات رو برطرف میکنه. در نتیجه خیلی سریعتر به خواب میری. چند نکته دیگر رو هم توی کپشن نوشتم که اگه رعایت کنی کیفیت خوابت چند برابر میشه.